با سلام خدمت همه عزیزان، من مرتضی کاظمی هستم و این اولین جلسه از سری آموزش‌های منابع تغذیه سویچینگ است. در این جلسه قصد داریم که فیلترهای ورودی در این منابع تغذیه رو با همدیگه بررسی کنیم. هدف از این قسمت در واقع بررسی انواع نویزهایی است که در منابع تغذیه سویچینگ وجود دارند، نحوه فیلتر کردن اون را و انواع فیلترهایی که در منابع تغذیه سویچینگ در فیلترهای ورودی و در فیلترهای خروجی به کار برده میشن رو توضیح میدیم. اولین قدم برای این مبحث اینه که ما بدونیم نویز چی هست. نویز در واقع یک سیگنال مزاحمه که روی سیگنال‌های اصلی ما سوار میشه. حالا این سیگنال مزاحم رو یا ما خودمون داریم تولید میکنیم یا اینکه از بیرون میخواد وارد سیستم ما بشه. پس در واقع فیلتر ما دو تا نقش باید داشته باشه. یک این که اگر یک سیگنال مزاحمی، اگر یک نویزی از بیرون سیستم خواست وارد سیستم ما بشه که حالا سیستم ما اینجا یک منبع تغذیه سویچینگ هست، این فیلتر جلوی اون رو بگیره، راه نویز رو سد کنه و در واقع فقط به سیگنال اصلیمون اجازه ورود بده و در حالت دیگه اگر خود سیستم ما تولید کننده این نویز هست بتونه این نویز رو حداقل در داخل خود همون سیستم محدود کنه و اجازه ورود اون به دنیای خارج رو نده. هرچند که سیگنال های نویز معمولا دامنه‌های بسیار کوچیکی دارن، اما با توجه به اینکه فرکانس بسیار بالایی دارن میتونن به راحتی به محیط پخش بشن و کارکرد بعضی دستگاه دیگر رو مختل کنن. اگر یک منبع تغذیه سویچینگ رو بدون فیلتر بخوایم در نظر بگیریم، شاید در تست‌های آزمایشگاهی کار کنه و هیچ مشکلی نداشته باشه واسه ما، اما مطمئنا در عمل و در استفاده‌های طولانی مدت در کاربردهای صنعتی قطعا دچار مشکل میشه. قطعا میتونم بگم که هیچ استانداردی رو نمیتونه پاس کنه، چون اکثر استانداردهایی که برای دستگاه‌های الکترونیکی قرار گرفتن بخش مهمی از اونها مربوط به تولید نویز این دستگاه هست و اگر شما فیلترهای ورودی رو و فیلترهای خروجی رو روی دستگاهتون قرار ندین، صرف نظر از اینکه دستگاهتون چی هست، میخواد حالا منبع تغذیه سویچینگ باشه، میخواد منبع تغذیه خطی باشه یا هر دستگاه الکترونیکی دیگه، در واقع بسیاری از این استانداردها روی سطح نویز این منابع تغذیه یا دستگاه‌های الکترونیکی تعریف شدن و اگر شما فیلترها رو قرار ندید میتونیم بگیم که تقریبا همه این استانداردها رو نقض میکنید. دو نکته دیگر که حالا جلوتر هم بیشتر راجع به اینا توضیح میدیم اینه که نویز با هارمونیک فرق داره و نویز با ریپل فرق داره. هارمونیک چیه؟ هارمونیک در واقع مضربی از فرکانس اصلی مونه. مثلا ما میگیم که برق شهر فرکانس 50 هرتز داره و هارمونیک های اون مضرب فرد اون میشن مثلا 150 میشه هارمونیک سوم، 250 میشه هارمونیک پنجم و بالاتر و ما اینا رو نویز نمیدونیم. چرا؟ چون مضرب هارمونیک اصلیمون هستن. و ریپ چی هست؟ ریپ در واقع حالا جلوتر توی بحث مبدل ها بیشتر راجع به اون توضیح میدیم. ریپ یک نوسان کوچیک روی سیگنال اصلیمونه، یک نوسانی که ممکنه مثلا ناشی از فرکانس سویچینگمون باشه یا از تغییرات بال یا چیزهای دیگه. ما اون رو ریپ اسم گذاری میکنیم. در واقع ریپ فرکانس بسیار پایینتری نسبت به نویز داره، هرچند ممکنه فرکانس ریپ هم بالاتر باشه اما نویز فرکانس بالاتری داره. مثلا شما فرض کنید یک منبع تغذیه سویچینگ داره با فرکانس 50 کیلوهرتز کار میکنه. خب پس ما 50 کیلوهرتز میشه فرکانس اصلی کلیدزنیمون و مضارب 50 کیلوهرتز میشن چی؟ میشه هارمونیکای در واقع اون فرکانس سویچینگمون. اما ممکنه مثلا ما یک نویزی رو روی فرکانس مثلا 1 مگاهرتز داشته باشیم، روی فرکانس مثلا 800 کیلوهرتز داشته باشیم. اینها منشأشون جاهای دیگه است. دیگه ما نمیتونیم بگیم که هارمونیکای فرکانس سویچینگمون بودن که این فرکانس رو تولید کردن، هرچند ممکنه که بخشی از اون نویز مربوط به هارمونیکای فرکانس سویچینگ اون باشه، اما خب منشأشون ممکنه جاهای دیگه باشه که حالا توی سرفصل‌های جلوتر مثلا توی بخش گیت درایور، توی بخش اسناور اونا رو بیشتر توضیح میدیم. پس فعلا این دوتا تعریفشون شما داشته باشین که نویز با هارمونیک و ریپ فرق داره. خب نویز از کجا میاد؟ ببینید نویز برای اینکه از یک دستگاهی به دستگاه دیگه منتقل بشه دو تا راه داره. یا اینکه توسط یک اتصال مستقیم عبور میکنه. مثلا شما یک منبع تغذیه دارید، این منبع تغذیه خوب نیست، کیفیت خوبی نداره و نویز تولید میکنه. شما یک دستگاهی رو به خروجی منبع تغذیه وصل میکنید
مثلا فرض کنید که یک منبع تغذیه 12 ولت دارید، میخواید با اون یک دوربین رو راه اندازی کنید. خب منبع تغذیه‌تون نویز تولید میکنه، طبیعتا این نویزها از طریق سیم تغذیه وارد دوربینتون میشه و تصویری که دوربین شما ضبط میکنه ممکنه دچار یه سری اعوجاج‌ها بشه. به این روش انتقال نویز هدایتی میگن، یعنی داره از طریق یک رشته سیم از یک جایی به یک جای دیگه منتقل میشه، هدایت میشه. یه روش دیگه واسه انتشار نویز در محیط انتشار تابشی یا radiated EMI هست. به چه صورته؟ اگه بخوام نمونه خیلی واضحش رو براتون بگم، البته این نویز نیست که این تعریف دارم بهتون میگم، مثلا شما گیرنده تلویزیونتون داره در نظر بگیرید، یک سیگنالی داره از یک جای دیگه پخش میشه، تلویزیون شما اون رو دریافت میکنه و تصویر و صدا رو برای شما دریافت میکنه. پس در واقع یک سیگنالی در محیط داره پخش میشه، هیچ کابل مستقیمی بین فرستنده و گیرنده وجود نداره و این امواج الکترومغناطیسی در فضا پخش شدن و داره به دست شما میرسه. خب حالا اونجا یک سیگنال مفید هست که شما دارین دریافت میکنید، ولی میتونه یک سیگنال مزاحم هم باشه. دقیقاً نویز هم میتونه به همون ترتیب سیگنال رادیو یا تلویزیون که به دست شما میرسه هم منتقل شه و میتونه دیتاهای شما رو خراب کنه یا از یک دستگاهی به یک دستگاه دیگه منتقل بشه بدون اینکه بین اون دوتا ارتباطی وجود داشته باشه. یک نمونه مثال واضح‌تر بخوام خدمتتون عرض کنم، حتما تا حالا به این مورد برخورد کردین که اگر گوشی موبایلتون زنگ بخوره و شما کنار تلویزیون وایساده باشین، یک سری صداهای مزاحم ممکنه روی اسپیکر تلویزیونتون بیفته یا یک سری نویز ها ممکنه روی تصویر تلویزیونتون ایجاد بشه، در صورتی که هیچ ارتباط کابلی بین موبایل شما و تلویزیونتون وجود نداره. خب با توجه به اینکه روش‌های انتشار نویز در محیط به صورت تابشی و هدایتی هست، ما میتونیم دو روش واسه فیلتر کردن یا جلوگیری از انتشار نویز هم ارائه بدیم. یه روش اینه که اون دستگاهی رو که میخوایم ازش حفاظت کنیم در برابر نویز، میخوایم نویز بهش وارد نشه، یا اینکه اصلا برعکس این در نظر بگیریم یک دستگاهی که میدونیم تولید کننده نویزه و میخوایم نویز اون به محیط منتشر نشه، میتونیم دور اون یک شیلد فلزی قرار بدیم. مثلا اینجا مشاهده میکنید که این آیسی داخل یک شیلد فلزی قرار گرفته، چون آیسی حساسیه، به نویز خیلی حساسه و داخل یک شیلد فلزی قرار دادن. مثلا شما اگر دقت کرده باشین تقریبا میتونیم بگیم اکثر منابع تغذیه سویچینگ با کیفیت داخل باکس‌های فلزی قرار گرفتن. یه دلیلی داره این باکس فلزی، حالا جدای از اون استحکامی که داره نسبت به پلاستیک یا میتونیم بگیم فرم پذیری که فلز نسبت به پلاستیک داره، در واقع یک دلیل اصلی دیگهش بحث همین کنترل نویز این منبع تغذیه هست. وقتی که شما یک باکس فلزی قرار میدین، اگر منبع تغذیه شما نویز تولید کنه، این نویز روی بدنه فلزی ایجاد میشه و بلافاصله یک جریانی تولید میکنه و به صورت گرما روی بدنه از بین میره، دیگه به محیط بیرون منتشر نمیشه. ولی اگر شما باکس پلاستیکی قرار داده باشین، خب هیچ راهی واسه از بین بردن این نویز قرار ندادین و این نویز میتونه به راحتی روی دستگاه‌های دیگه پخش بشه. خب پس این یک راه واسه حذف کردن نویزهای تابشی هست. نویزهای هدایتی رو چطور حذف کنیم؟ نویزهای هدایتی چون از روی کابل دارن منتقل میشن، ما میتونیم یک فیلتر سر راه اونا بذاریم. مثلا میتونیم یک فیلتر پایین‌گذر بذاریم، یک فیلتر سلفی بذاریم، فیلتر خازنی بذاریم، ترکیب اونا رو بذاریم، و یا اینکه یک روش خیلی مرسوم‌تر اینه که از فریت‌های کابل استفاده کنیم. حتما این فریت کابل‌ها رو در جاهای مختلف دیدین، مثلا روی شارژر لپتاپتون دیدین، روی کابل دوربینتون ممکنه اینو دیده باشین و تقریبا میتونیم بگیم که هر جایی که ما داریم یه سری کابلی که دیتا رو دارن منتقل میکنن و از جای عبور میدیم، حتما باید این فریت کابل‌ها رو قرار بدیم که در واقع دیتایی که داره منتقل میشه رو در برابر نویز بتونیم حفظش کنیم. خب از کجا بدونیم که این منبع تغذیه ما یا این دستگاه الکترونیکی که ما داریم نویز تولید میکنه، یا اینکه اگر نویز تولید میکنه روی چه فرکانسایی هست، دامنه نویزی که داره تولید میکنه چقدر هست، از کجا این دیتا رو به دست بیاریم؟ یه سری روش‌ها واسه تست این کار وجود داره که البته بعضی شرکت‌ها هستن که این کار رو واسه شما انجام میدن، چون تجهیزاتش بسیار گران قیمته و طبیعتا میتونیم بگیم که هیچ شرکتی به صرفه نیست واسش که بیاد یه همچین تجهیزاتی رو خریداری کنه تا بتونه
نویز سیستمش رو به دست بیاره. طبیعتا شما اگر میخواین یک دستگاهی رو حالا یا استاندارد واسش بگیرید، CE رو واسش بگیرید یا هر استاندارد دیگه، استانداردهای نظامی رو واسش بگیرید، باید به این شرکت ها مراجعه کنید و دستگاهتون رو به اونا بدید و اونا تستا رو انجام میدن و نهایتا یک طیف فرکانسی به شما میدن. خب این تستا به چه صورت انجام میشه؟ یکی تست نویز هدایتیه که در واقع میان ولتاژ و جریان ورودی به دستگاهی که شما بهشون تحویل دادین، همین قسمت DUT Device Under Test، میان ولتاژ و جریان ورودی اون رو اندازه‌گیری میکنن و به یک اسپکتروم آنالیزر میدن و نهایتا اسپکتروم آنالیزر به ما نشون میده که در چه فرکانسی چه میزان دامنه وجود داره و در واقع ما به راحتی میتونیم سیگنال های مزاحممون رو به همراه دامنه‌شون به دست بیاریم و فیلترهامون رو دقیقاً تنظیم کنیم روی اون فرکانس ها. و یک تست دیگه هم واسه نویز های رادییتد هست که در واقع میان دستگاه شما رو داخل یک محفظه RF قرار میدن و دستگاه شما رو روشن میکنن و یک آنتن رو در فاصله تقریبا 1 متری اون قرار میدن و این آنتن در واقع نویزهای EMI که از طریق دستگاه شما منتشر میشه به محیط رو جذب میکنه و باز هم توسط یک اسپکتروم آنالیزر میان سیگنال های دریافت شده رو تحلیل میکنن و نهایتا یک طیف فرکانسی رو به شما تحویل میدن. خب ما تا اینجا این مبحث رو مرور کردیم که در تجهیزات الکترونیکی هم یک دسته نویز وجود داره که از دنیای بیرون میخوان وارد دستگاه ما بشن و هم دستگاه ما داره یه سری نویزها رو تولید میکنه و میخواد به دنیای بیرون راه پیدا کنه و دو تا راه انتقال داشتن. یکی از طریق اتصال مستقیم توسط سیم بود که نویزهای هدایتی میشدن و یه روش دیگه هم از طریق تابش‌های الکترومغناطیسی بود. خب پس این از لحاظ روش انتقالشون بود. از لحاظ دسته بندی نویزها میتونیم بگیم نویزها به دو دسته کلی تقسیم میشن: نویزهای مد مشترک و نویزهای مد تفاضلی. چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ توی شکل اگر دقت کنید، نویز تفاضلی در واقع از یک سر داره وارد مصرف کننده میشه یا داره وارد اون دستگاه ما میشه و از سر دیگه دستگاه ما داره خارج میشه. این در واقع نویزی هست که وارد دستگاه ما میشه، دور میزنه و برمیگرده. و چرا به اون میگن تفاضلی؟ چون که اگر ما این دوتا سیم رو مثلا فرض کنیم تغذیه دستگاهمون هست یا تغذیه مثلا یک دوربین هست در نظر بگیریم، روی این سیم بالایی نویزی وجود داره که نسبت به این نویز پایینی ممکنه دامنه و فاز اون 180 درجه اختلاف داشته باشن. برای همین که از یک سر داره وارد میشه، از یک سر داره خارج میشه. یا اگه راحت‌تر بخوایم بگیم، روی یکی از سیم ها نویزی وجود داره که روی نسبت به اون یکی هیچی وجود نداره، یعنی اختلاف این دوتا یک نویزی رو به ما نشون میده. اما نویز مد مشترک چیه؟ نویز مد مشترک اینه که از هر دو پایانه‌ای که به دستگاه شما وارد میشه میتونه وارد بشه یا خارج بشه، یعنی در واقع جهتشون یکی هست. و کجا مسیر خودش رو میبنده؟ از طریق یک زمین مجازی ما فرض میکنیم که مسیر خودش رو میبنده. پس در واقع نویز مد مشترک به عبارت دیگه نویزی هست که روی هر دو سیمی که وارد دستگاه شما میشه با یک دامنه، با یک فرکانس و با یک فاز در همون لحظه وجود داره. یعنی اگر شما پروب اسکوپ رو روی این دوتا سیمی که این پایین وجود داره بزنید، نویز مد تفاضلی رو به راحتی میتونید روی اسکوپ ببینید. چرا؟ چون یه اختلاف پتانسیل داره اینجا. ولی اگر نویز مد مشترک رو بخواید ببینید، شما اگر گراند اسکوپ رو اینجا بزنید و نوک پروب رو این بالا بزنید، هیچی مشاهده نمی‌کنید. چرا؟ چون اختلاف این دوتا میشه صفر. چیزی وجود نداره.
باید بیاین نسبت به اون زمین مجازی که وجود داره، زمین فرضی که هست در نظر بگیرید. مثلا میتونید نسبت به ارت سیستم در نظر بگیرید و اون موقع میتونید ببینید که باز هم یه دسته نویزهای جدید ظاهر میشن و ما به اونها میگیم نویزهای مود مشترک. پس چون دو دسته نویز داریم نیاز به دو دسته فیلتر هم داریم که بتونیم اونا رو حذف کنیم. چون نویز همون معمولا فرکانس چون بسیار بالاتر از فرکانس های اصلی ما هست، ما نیاز به فیلترهای پایین گذر داریم. حالا فیلتر پایین گذر میتونه یک RC باشه، میتونه یک RL باشه که فیلترهای مرتبه اول حساب میشن و طبیعتا تضعیف پایینی هم به ما میدن. اما خب در اکثر مواقع ما از فیلترهای مرتبه 2 یا مرتبه 3 و بالاتر استفاده میکنیم. ترکیب سلف خازن‌ها رو استفاده میکنیم و میتونیم تضعیف بسیار زیادی رو به نویزمون وارد کنیم و اونو بسیار سریع حذفش کنیم. خب در اینجا سه نمونه فیلتر پایین گذر آورده شده. یکیش که فیلتر LC معمولی هست، دومی یک فیلتر LCL هست که در واقع یک سلف دیگه در خروجی اون اضافه شده، یا به فیلتر T معروفه که شکل یک T انگلیسیه، و فیلتر بعدی که فیلتر پای هست که از ترکیب دو عدد خازن و یک سلف تشکیل شده که ما معمولا فیلترهای پای و فیلتر LC ساده رو استفاده میکنیم. اگه بخوایم پاسخ فرکانسی این فیلتر رو با هم دیگه مرور کنیم، در واقع در اینجا داریم پاسخ فرکانسی فیلتر LC ساده رو در نظر میگیریم. فیلترهای دیگه هم در واقع میتونیم بگیم این چیزی شبیه همین پاسخ فرکانسی رو به ما میدن، تفاوت چندانی با هم دیگه ندارن. اگه بخوایم پاسخ فرکانسی رو بررسی کنیم، این فیلتر تا فرکانس خاصی رو عبور میده که ما بهش میگیم باند عبور و از یه فرکانسی به بعد شروع به تضعیف میکنه. خب اون فرکانس چقدره؟ مقدارش 1/2 پی رادیکال LC هست. در واقع وقتی شما مقدار سلف و خازنتون رو داشته باشین، به راحتی میتونید فرکانس قطع فیلترتون رو به دست بیارید. فرکانس قطع به این معنیه که تمام فرکانس هایی که پایین تر از اون باشن رو فیلتر شما بهشون اجازه عبور میده و به فرکانس هایی که بالاتر از فرکانس قطعتون باشن تضعیف وارد میکنه. خب همونطور که در این شکل میبینید ما اومدیم در واقع طیف فرکانسی یک فیلتر LC رو در حالتهای مختلف رسم کردیم به ازای Q های مختلف. Q چی هست؟ طبق رابطه اینجا Q یا Quality Factor در واقع نسبت RL در رادیکال C بر L هست. در واقع میشه نسبت RL شما، یعنی امپدانس خروجی فیلتر شما، چیزی که به خروجی فیلتر وصل میشه که در واقع اگر یک منبع تغذیه رو در نظر بگیریم میشه امپدانس ورودی منبع تغذیه، نسبت به رادیکال C بر L، یعنی نسبت مجذور نسبت خازن و سلفی که در فیلتر شما وجود داره. هر چقدر مقدار Q بیشتر باشه، قبل از اینکه فیلتر شما شروع به تضعیف کنه یک پیک بزرگی رو در دامنه خودش ایجاد میکنه. این پیک بزرگ یعنی چی؟ یعنی داره تقویت میکنه سیگنال شما رو. پس اگر فیلتر شما به گونه‌ای اشتباه طراحی شده باشه و این مقدار Q هم مقدار بزرگتر از 1 باشه، بزرگتر از 5 باشه، حتی 5 هم خیلی مطلوب نیست، بزرگتر از 1 باشه که بیشتر از 3 dB به شما تقویت میده و اگر یک سیگنال مزاحمی در این طیف فرکانسی که داره تقویت میشه قرار بگیره، نه تنها دامنه نویز شما کمتر نمیشه بلکه ممکنه 10 برابر اونو بزرگترش کنه. پس باید توی طراحی فیلتر حتما دقت کنید که مقدار Q هیچ موقع بزرگتر از 1 نشه و همچنین فرکانس قطع فیلترتون رو طوری انتخاب کنید که مطمئن باشید که اون قسمتی که فیلترتون داره حالت تقویت کنندگی به خودش میگیره شما هیچ سیگنالی رو ندارید که بخواد اونو تقویتش کنه، وگرنه ممکنه حتی منبع تغذیه شما رو هم بسوزونه. خب چطور باید اندازه RL و C رو انتخاب کنیم که اسلاید جلوتر رو توضیح میدیم. خب یه نکته دیگه هم که باید بهش دقت کنید این هست که این نموداری که ما اینجا کشیدیم که مشاهده میکنید Q از 1/10 تا 25 داره تغییر میکنه و طبق رابطه‌ای که اینجا هست
Q مقدارش برابر با یه نسبتی است که به RL وابسته است. RL هم امپدانس ورودی منبع تغذیه است. حالا اگر RL منفی باشه چی؟ حالا ممکنه این سوال تو ذهنتون به وجود بیاد که یعنی چی یک مقاومت منفی یعنی چی؟ ببینید امپدانس ورودی منابع تغذیه سویچینگ در خیلی از مواقع منفیه. چرا منفیه؟ به اسلاید بعد میتونیم این رو ببینیم. منابع تغذیه سویچینگ معمولا به صورت حلقه بسته کار میکنن. یعنی چی حلقه بسته؟ یعنی که خروجیشون تحت هر شرایطی میخواد ثابت بمونه. مثلا شما فرض کنید یک مبدل طراحی کردین که میخواد ولتاژ 220 ولت برق شهر رو بگیره و خروجی 12 ولت 10 آمپر به شما بده. خب این داره کار میکنه. فرض کنیم حالا ورودی برق شهر از حالت نرمال خودش خارج شده، دیگه 220 ولت نیست، مثلا شده 200 ولت، 10% کم شده. اما منبع تغذیه شما چون حلقه بسته است خروجی 12 ولت خودش رو حفظ کرده، توان خروجی نامی رو داره میده. خب چون ولتاژ ورودی کم شد، در نتیجه چی میشه؟ جریان ورودی بیشتر میشه. پس به چه رابطه میرسیم؟ ولتاژ ورودی کمتر، جریان ورودی بیشتر. حالا اگه برعکس این اتفاق رخ بده چی؟ مثلا فرض کنیم برق شهر دیگه 220 ولت نباشه، یه اضافه ولتاژ ایجاد شده روی شبکه، مثلا رسیده 240 ولت، 10% ولتاژ شبکه رفته بالاتر. پس منبع تغذیه شما به صورت اتوماتیک دیوتی سایکل رو طوری تنظیم میکنه که جریان ورودیشو میاره پایینتر. باز حاصل ضربش میشه همون توان نامی که میخواد در خروجی به شما تحویل بده. پس در واقع توان همیشه ثابته. وی این در آیه این مساوی با وی او در آیه او مساوی یه عدد ثابت که وقتی وی این میاد پایین آیه این مجبوره بره بالاتر و برعکس. که اگر شما این رابطه رو جایگزین کنید نهایتاً به این مقدار میرسید که تغییرات ولتاژ ورودی به تغییرات جریان ورودی مقدار منفی هست. در نتیجه امپدانس ورودی منابع تغذیه سویچینگ در اکثر اوقات میتونیم بگیم مقدار منفی هست. حالا برگردیم دوباره اسلاید قبلی. فرض کنیم که RL یک مقدار منفی باشه. اگر RL یک مقدار منفی باشه توی رابطه دمپینگ ریشیو مقدار زتا هم منفی میشه و حتما فیلترتون ناپایدار میشه. یعنی اگر شما بخواید یک فیلتر LC در ورودی منبع تغذیه‌تون به این شکلی که ما در این اسلاید گفتیم و قرار بدیم، بلافاصله منبع تغذیه سویچینگ شما ناپایدار میشه، یا اینکه درست کار نمیکنه یا اینکه ممکنه همون لحظه آسیب ببینه. خب ما اومدیم فیلترها رو قرار بدیم که نویزها رو حذف کنیم، کیفیت منبع تغذیه‌مون رو بهتر کنیم، اما الان به یه جایی رسیدیم که منبع تغذیه‌مون دیگه داریم میگیم از کار میفته. چیکار کنیم؟ باید فیلترمون رو دمپش کنیم. یعنی در واقع ما دمپینگ ریشیو رو خودمون به صورت مصنوعی بالاتر ببریم. این در واقع RL درست منفی شده اما ما یک R مثبتی رو به سیستم اضافه کنیم که مجموع این منفی و مثبت‌ها بازم به یه مقدار مثبت برسه و فیلترمون دیگه ناپایدار نشه. خیلی ساده میتونیم این کار رو بکنیم. شما اگر این فیلتر رو در نظر بگیرید، یکی از راه‌هایی که میتونید فیلترتون رو از حالت ناپایدار بیرون بیارید اینه که یک مقاومت کوچیک رو با خازنتون سری کنید. در واقع اگه بخوایم خیلی جزئی‌تر به این سیستم نگاه کنیم، سلف شما یک مقاومت داخلی داره، خازن شما یک مقاومت داخلی داره. ممکنه در عمل همون مقاومت داخلی این عناصر باعث بشن که ضریب دمپینگ ریشیو شما دیگه مقدار منفی نشه، یعنی مقدار مثبت و خیلی خوبی باشه که فیلترتون ناپایدار نشه. اما اگر باز هم به اون مقدار میرایی نرسیدین، خیلی راحت شما میتونید یک مقاومت با خازنتون سری کنید و مقدار دمپینگ ریشیو رو به میزانی که خودتون دوست دارین کاهشش بدین. در واقع ما سعی میکنیم که همیشه ضریب کیومون هولوش 1 و یا پایین‌تر باشه. حالا در قسمت‌های بعدی که ما در واقع سیستم‌های کنترلی منابع تغذیه سویچینگ رو توضیح میدیم، اینجا من سعی میکنم بیشتر باز این بحث رو باز کنم و هم با استفاده از روابط تئوری و هم با استفاده از یه سری شبیه سازی‌ها بهتون نشون بدم که تأثیر این مقاومت داخلی و تأثیر دمپینگ ریشیو روی پایداری منبع تغذیه شما به چه صورت هست. و اونجا کاملا مشاهده میکنیم که
وقتی که شما فیلتر ورودی رو قرار میدید ممکنه یک منبع تغذیه ناپایدار بشه. اما این هیچ موقع دلیل نمیشه که ما بگیم که فیلتر ورودی رو قرار ندیم تا منبع تغذیه‌مون خوب کار کنه. شما باید فیلتر ورودیتون رو درست طراحی کنید که نه منبع تغذیه‌تون ناپایدار بشه و نه اینکه فیلتر ورودی رو حذف کرده باشیم. پس در واقع با یک طراحی درست شما میتونید به این مقدار مناسب دمپینگ برسید که هم منبع تغذیه‌تون پایدار باشه و هم اینکه نویزها رو حذف کرده باشین. خب بیایم یه مثال داشته باشیم. معمولا توی منابع تغذیه سویچینگ خازنی رو که واسه فیلتر دیفرانسیلی به کار میبرن یا همین فیلتر LC که در اسلاید قبل مرور کردیم، معمولا یه رنج هولوش 100 نانو تا 470 نانوفاراده که اگر ما توی این رابطه فرکانس قطع فیلترمون 2p تقسیم بر رادیکال LC خازن رو 470 نانوفاراد بذاریم و سلف رو هم 100 میکروهنری، فرکانس هولوش 23 کیلوهرتز رو به دست میاریم. حالا این یه مثاله، اما خب معمولا از همچین مقادیری استفاده میکنن توی منابع تغذیه سویچینگ. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به فرکانس‌های کمتر از 23 کیلوهرتز اجازه عبور میدیم و کلیه فرکانس‌هایی که بالاتر از 23 کیلوهرتز هستن رو تضعیف میکنیم. حالا به اون میزانی که فرکانسمون بیشتر از 23 کیلوهرتز باشه تضعیف ما بیشتر میشه. توی شکل قبل داریم میبینیم که اینجا مثلا فرض کنیم که 23 کیلوهرتز ما باشه، یک دیکیت جلوتر یعنی 230 کیلوهرتز ما به اندازه 40 دسیبل تضعیف میدیم، یعنی در واقع 100 برابر داریم سیگنالمون رو ضعیف‌تر میکنیم و نویزمون رو حذف میکنیم. خب ولتاژ خازن هم که طبیعتاً به اندازه بیشینه ولتاژ ورودیه که اگر با شبکه برق 220 ولت مثلا داره طراحی میشه، معمولا یک خازن 400 ولتی رو در فیلتر ورودی قرار میده. فیلتر بعدی فیلتر مود مشترک هست. در واقع این فیلتر وظیفه داره که نویزهای مود مشترک رو حذف کنه. اما به چه صورت این کار انجام میده؟ چون ما گفتیم که نویزهای مود مشترک از هر دو سیمی که داره وارد منبع تغذیه‌مون میشه همجهت همدیگه و با یک فاز و یک فرکانس و یک دامنه دارن وارد میشن. طبیعتا شما دیگه اینجا نمیتونید با یک خازن این سیگنال رو حذف کنید. چرا؟ چون اصلا این خازن هیچ سیگنالی رو نمیبینه که بخواد حذفش کنه. پس حتما باید یک عنصر دیگه‌ای باشه، به یک جای دیگه‌ای وصل بشه. چیکار میتونیم بکنیم؟ یکی از ساده‌ترین روش‌ها و در این حال مؤثرترین روش‌ها استفاده از یک همچین سیمپیچی هست که در واقع ما یک هسته مغناطیسی رو میاریم و دو تا سیمپیچ روی اون قرار میدیم، در واقع مثل یک ترانس اون رو سیمپیچی میکنیم، اما به این شکل در مسیر ورودیمون قرارش میدیم. در واقع مثل ترانس نیست که یک ولتاژ اولیه بهش بدیم یک ولتاژ ثانویه بگیریم. در واقع ما سیگنالمون رو به نقطه A و B وصل میکنیم و از نقطه C و D خروجیمون رو دریافت میکنیم. به چه صورت کار میکنه؟ این فیلتر در برابر نویزهای مود مشترک امپدانس بالایی از خودش نشون میده. چرا؟ چون شار مغناطیسی که در هسته وجود داره همدیگر رو تقویت میکنه. اگر شما طبق قانون دست راست فرض کنید که یک جریانی داره وارد این سیمپیچ میشه، 4 انگشت دست راست خودتون رو در جهت جریان قرار بدید، انگشت شستتون جهت شار مغناطیسی هسته رو نشون میده که نشون میده در واقع شار هسته به صورت ساعتگرد داره حرکت میکنه. اگر جریان وارد این سیمپیچ بشه یک شار ساعتگرد ایجاد میکنه. خب چون نویزمون فرض کردیم که مود مشترک هست، پس از سیمپیچ پایینی هم داره یک جریانی وارد میشه. با توجه به جهت سیمپیچی و هم قانون دست راست باز هم که اینجا مشاهده میکنیم که شاری که تولید میکنه به صورت ساعتگرد است. پس هم شار این سیمپیچ و هم شار سیمپیچ بالایی به صورت ساعتگرد عمل میکنن و همدیگر رو تقویت میکنن. نهایتا یک شار بزرگتر توی هسته ایجاد میشه و امپدانس بالاتر ایجاد میکنه و در واقع یک مسیر با امپدانس بالایی رو در مقابل نویزهای مود مشترک ایجاد میکنه و این نویزها موقعی که میخوان از این امپدانس عبور کنن به صورت گرما در این هسته‌ای که اینجا قرار دادیم تلف میشن. حالا در برابر نویز تفاضلی چی؟ نویز تفاضلی از یک سر وارد این چوک ما میشه و از یک سر دیگه خارج میشه.
چون از یک سر داره خارج میشه طبیعتا جهت شعار اون برعکس میشه. سیم پیچ بالایی شعار ساعتگرد داره، سیم پیچ پایینی شعار پاد ساعتگرد و همدیگه رو خنثی میکنن. در نتیجه برآیند شعاری که در هسته میمونه از لحاظ تئوری تقریبا صفره و این فیلتر در برابر نویزهای تفاضلی هیچ عکس‌العملی از خودش نشون نمیده. در واقع مثل یک جامپر عمل میکنه، مثل یک اتصال کوتاه عمل میکنه. برای سیم پیچی فیلترهای مود مشترک ما دو روش واسه سیم پیچیشون داریم. یه روش که مرسوم‌تر و بیشتر استفاده میشه به صورت سکشنال هست یا بخش بندی شده هست. مثلا فرض کنید که شما یک فیلتر مود مشترک تک فاز میخواین طراحی کنید. خب چون تک فازه ما یه فاز داریم یه نل دیگه، دو تا سیم پیچه. یا مثلا اگر سه فاز باشه ما سه تا سیم پیچ داریم. در واقع میایم هستمون رو به تعداد سیم پیچایی که داریم تقسیمش میکنیم. چون دو تا سیم پیچ داریم دو قسمت تقسیم کردیم، یه قسمت سمت چپ یه قسمت سمت راست. یه سیم پیچ رو کامل سمت چپ انجام دادیم و یه سیم پیچ رو کامل سمت راست. و هیچ موقع سیم پیچامون نباید با همدیگه همپوشانی داشته باشن، کامل باید از همدیگه تفکیک شده باشن. این یه مدل سیم پیچیه. و یه مدل دیگه به صورت بایفیلر هست که در واقع سیم های شما باید کنار همدیگه قرار بگیرن. یعنی اگر به صورت تک فاز مثلا شما دارین سیم پیچی میکنید، فاز و نلتون رو کنار همدیگه سیم پیچی میکنید و هیچ فاصله بین اونا وجود نداره دیگه. مثل اینجا سیم پیچا رو تقسیم بندی نمیکنید. هر کدوم یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. مزایاشو چیه؟ وقتی که شما به صورت بایفیلر سیم پیچی رو انجام میدین، چون در واقع مسیر رفت و برگشت جریان دقیقاً کنار همدیگه قرار گرفتن و این کنار همدیگه بودنشون باعث میشه که هیچ سلف نشتی ایجاد نکنه واسهتون، یا در واقع سلف نشتی که ایجاد میکنه فوق العاده کوچیک‌تر باشه. اگر شما اینجا دقت کنید سلف نشتی که این حالت بهتون میده از 0.1 تا 1% اندوکتانسی است که هر کدوم از این سیم پیچا دارن. ولی اگر این حالت رو نگاه کنید سلف نشتی که بهتون میده بین 0.5 تا 2% اندوکتانس هر سیم پیچتون هست. حالا اینو دیگه شما باید تشخیص بدید که آیا شما سلف نشتی پایین‌تر براتون مناسب تره یا اینکه نه سلف نشتی بزرگتر. حالا بعضی جا یکیش میتونه یه عامل خوب باشه، بعضی جا میتونه یه عامل بد باشه واسهتون. خب مزیت دیگه بایفیلر چیه؟ چون سیم پیچاتون کنار همدیگه قرار گرفته بلافاصله شعارشون میزنه همدیگه رو خنثی میکنه. یعنی اینجا یک شعار ایجاد میشه توی هسته توی حالت تفاضلی و این هم یه سیم پیچ یه شعار اینجوری ایجاد میکنه. این دوتا همدیگه رو خنثی میکنن دیگه، هیچی اینجا باقی نمیمونه. دوباره مثلا این سیم پیچ یکی اینجا تولید میکنه یکی برعکس تولید میکنه. این دوتا هم میزنن همدیگه رو خنثی میکنن. در نتیجه اگه کل هسته رو در نظر بگیریم در طول تمام نقاط هسته شعار برآیندی نداریم و در واقع هیچ شعار خالصی داخل هستمون وجود نداره. بنابراین ما میتونیم با یک هسته کوچیک‌تر بدون اینکه نگران این باشیم که هستمون اشباع بشه میتونیم یک سیم پیچی رو داشته باشیم و جریان نسبتاً بالاتری رو ازش عبور بدیم نسبت به حالت سکشنال. اما توی حالت سکشنال این بخش همه داره شعار مثلا ساعتگرد ایجاد میکنه، این بخش داره کلا شعار پاد ساعتگرد ایجاد میکنه. در نتیجه ما فقط اینجاست که داریم شعار صفر رو تولید میکنیم، اینجا هیچ شعاری وجود نداره. ولی در طول این قسمت ها شعار مغناطیسی وجود داره و ممکنه در این جاها هستمون اشباع بشه و ما کمی باید هستمون رو نسبت به حالت بایفیلر بزرگتر قرار بدیم. خب اما حالت بایفیلر چون سیمامون دقیقاً کنار هم دیگه وجود دارن یه بحثی هم از لحاظ عایقی باید داشته باشیم که سیمامون قطعاً باید روکش مناسبی داشته باشن. من نمیتونم با سیم لاکی بیام یه همچین سیم پیچی داشته باشم. چرا؟ چون به احتمال خیلی زیاد این لاکه یه جایی خوردگی پیدا میکنه و این دو تا سیمتون به هم میچسبه و ممکنه فیلترتون اتصال کوتاه بشه. اما اینجا همچین مشکلی خیلی کم به وجود میاد که این سیم بخواد به سمت دیگه بخواد متصل بشه و فیلترتون رو اتصال کوتاهش کنه. معمولا اندوکتانسی که واسه فیلترهای مود مشترک به کار میبرن بین 1 تا 5 میلی هنریه
و در واقع این عدد واسه شاید بگیم 90% به بالاتر کارهایی که ما توی سویچینگ انجام میدیم کافیه واسمون. و هر چقدر شما توان بالاتری داشته باشین، جریان بالاتری داشته باشین، باید اندوکتانس کوچیکتری رو به کار ببرین تا تلفات فیلترتون طبیعتا پایین‌تر بشه. پس یه عدد بین 1 تا 5 میلی هنری واسه کاربرداتون کافیه. اما اینکه دقیقاً حساب کنیم روی این منبع تغذیه چه عددی واسه ما مناسب هست، شاید ما نتونیم هیچ رابطه‌ای واسش ارائه بدیم. چرا؟ چون در واقع نویز یک مبحثی است که به خیلی پارامترها بستگی داره و ما نمیتونیم اینا رو فرمول بندیش کنیم. خیلی از این پارامترها به صورت پیش بینی نشده شاید توی مدارتون به وجود بیاد. مثلا شما طراحی پی سی بی که انجام میدید ممکنه با نفر دیگه فرق کنه و نویزهایی که توی مدار شما وجود داره با نویزهایی که یه نفر دیگه داره توی مدارش به وجود میاره تفاوت داشته باشه. پس طبیعتا نمیشه گفت که واسه این منبع تغذیه این فرکانس نویز وجود داره و شما باید فیلترتون رو روی این عدد تنظیمش کنید. پس در واقع خیلی نمیشه رابطه‌ای واسه اینا به کار برد. اما یک عددی بین 1 تا 5 میلی هنری میتونید بگیم که بهترین جواب رو به شما خواهد داد. معمولا ما توی کارهایی که خودمون انجام میدیم معمولا فیلترامون رو به صورت سکشنال سینتیچی میکنیم، چون هم از لحاظ ایزولیشن نسبتا خوبی داره نسبت به بایفیلار و همین که ما از اون سلف نشتی هم استفاده میکنیم. کجا استفاده میکنیم؟ برگردیم به اسلاید قبلی. ما یک فیلتر رو توضیح دادیم واسه حذف نویزهای تفاضلی که گفتیم یک فیلتر LC رو ما قرار میدیم که تشکیل میشه از یک سلف و یک خازن. حالا توی ذهنتون اینو داشته باشین اگر من بتونم این سلفی رو که اینجا توی فیلتر تفاضلی دارم رو یه طوری بیام از سلف نشتی همه فیلتری که از اینجا به دست آوردم استفاده کنم، چی؟ یعنی بیام در واقع از سلف نشتی این فیلتر استفاده کنم واسه فیلتر تفاضلی. خب پس من میتونم یه دونه سلف رو صرفه جویی کنم توی مدارم، هم میتونم فضای کوچیکتری رو اشغال کنم و هم میتونم هزینه سیستمم رو پایین‌تر بیارم. برای همین معمولا ترجیح اکثر افراد اینه که از حالت سکشنال استفاده کنن تا بایفیلار. خب در منبع تغذیه شما یا در هر دستگاه دیگه ای، حالا این بحثی که ما داریم چون دوره منبع تغذیه از مهنه میگم منبع تغذیه، اما شما این فیلتر رو میتونید واسه هر دستگاه دیگه ای هم به کار ببرید. مثلا میتونید واسه آمپلیفایر به کارش ببرید، میتونید واسه فرستنده یا گیرنده به کار ببرید، هیچ فرقی نداره. در سیستمی که شما دارید هم نویز تفاضلی وجود داره و هم نویز مد مشترک. پس در واقع من باید هر دو تا فیلتر رو قرار بدم دیگه. اینطور نمیتونم بگم که چون نویز تفاضلی رو دارم حذف میکنم مد مشترک به وجود نمیاد. نه، اینا دو تا مقوله جدا از هم هستن و من باید هر دو تا فیلتر رو در کنار هم دیگه داشته باشم. معمولا از این شکل استفاده میکنن، از این شماتیک استفاده میکنن واسه فیلترهایی که در منبع تغذیه سویچینگ کار برده میشه. خب بیایم مرور کنیم ببینیم که این چیکار انجام میده. توی ورودی فیلترمون یک خازن وجود داره که این خازن میاد فیلتر تفاضلی رو واسه ما میسازه. چرا؟ چون خازنی که بین دو تا پایانه ورودی قرار گرفته میتونه نویزهای تفاضلی رو ببینه، نویزهای مد مشترک رو نمیبینه. از این خازن میایم جلوتر وارد یک چوک مد مشترک میشیم. خب این نویزهای مد مشترک رو حذف میکنه واسه ما و در عین حال دو تا سلف نشتی هم داره که توی اسلاید قبل گفتیم به چه صورت عمل میکنه و اون دو تا سلف نشتی به همراه این خازنی که اینجا هست و این دو تا سلفی که در واقع در دل خود این فیلتر قرار گرفته واسه ما یک فیلتر LC دیگر رو میسازن که اینا نویزهای تفاضلی رو واسه ما حذف میکنن. و باز هم اینجا یک خازن دیگه گذاشتیم که در واقع یک فیلتر پای رو تشکیل میده دیگه و اینا نویزهای تفاضلی رو حذف میکنن. خود این چوب نویزهای مد مشترک رو حذف میکنه و دو تا خازن دیگه که هر کدوم یک پایانشون به ورودی یا خروجیتون وصله و پایانه دیگه شون به ارت سیستم وصله، باز هم نویزهای مد مشترک رو حذف میکنن. درسته که ما گفتیم خازنی که بین دو تا پایانه وجود داشته باشه نمیتونه نویز
مود مشترک رو دیتکت کنه. اما اگر من بیام این نویز رو نسبت به یک مرجع دیگه مثل ارت در نظر بگیرم، دیگه میتونم اون نویز رو دیتکتش کنم و با استفاده از یک خازن اون نویز رو حذف کنم. حالا اگر توی سیستمتون ارت وجود نداشت، شما مجبورید که این خازنه رو حذفش کنید دیگه، یعنی هیچ دردی نمیخوره، چون این باید حتما یک ارت سیستم شما داشته باشه که این دوتا رو قرار بدید. و این نکته همیشه در ذهنتون باشه، ارت با نول فرق میکنه. ما یه فاز داریم، یه نول داریم، یه ارت داریم. هیچ موقع ارت رو به نول وصل نکنید. و دلتون رو واسه برق 220 ولت طراحی کردیم و طبق طراحی شما اگر ولتاژ شبکه مثلا تا 265 ولت هم بخواد بالا بره، منبع تغذیه شما بدون اینکه قطعاتش آسیب ببینه کار میکنه. حالا اگر طی یک اتفاقی، یک مشکلی که توی شبکه پیش میاد، ولتاژ شبکه مثلا به 300 ولت برسه، 350 ولت برسه، چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعتا کلیه قطعات شما میسوزن، ماسفتاتون میسوزه، دیوداتون ممکنه بسوزه و کل منبع تغذیه‌تون آسیب می‌بینه و در واقع میتونیم بگیم دیگه اون منبع تغذیه به هیچ دردی نمیخوره، چون اگه بخواید تعمیرش هم بکنید باز ممکنه هزینه‌اش بیشتر از اون ساخت خود منبع تغذیه به دست بیاد. خب ما چیکار کنیم که همچین مشکلی اگر توی سیستم به وجود اومد منبع تغذیه ما آسیب نبینه؟ میتونیم یک واریستور استفاده کنیم با هزینه بسیار پایین 2-3 هزار تومانی. میتونیم یک واریستور استفاده کنیم و اگر اضافه ولتاژی روی شبکه ایجاد بشه، فقط واریستور شما میسوزه و شما کافیه که واریستور رو عوضش کنید و دیگه هیچ قطعه‌ایتون آسیب نمیبینه. توی سیستم های پیشرفته تر، حساس تر، ممکنه گس تیوب بذارن. گس تیوب به این صورت عمل میکنه که موقعی که یک ولتاژ ناگهانی روی سیستمتون ایجاد میشه، در واقع رساناییش افزایش پیدا میکنه و مثل اتصال کوتاه عمل میکنه. اما به محض اینکه اون ولتاژ اضافه از روی سیستم شما برداشته بشه، باز خودش به صورت اتوماتیک مدار باز میشه و سیستم شما به کار میفته، یعنی دیگه نیاز به تعویض و لاین کاری و این چیزا هم دیگه نداره. در این قسمت هم یک فیلتر رو شما مشاهده میکنید که در واقع تمام قطعاتی که اینجا اسپوردیم رو روی این فیلتر قرار داده. یک خازن هست که همین خازن اولیه، خازن فیلترینگ دیفرانسیلی رو انجام میده که معمولا بهش میگن ایکس کاپاسیتور. فیلتر مود مشترک رو داریم، این سیمپیچی است که اینجا قرار گرفته، بازم یک ایکس کاپاسیتور دیگه و حالا تو این شکل مشخص نیست پشت این خازنه 2 تا خازن دیسکی دیگه وجود دارن که در واقع خازن‌های حذف نویز مود مشترک ما هستن که یک سر اونا گفتیم به ارت سیستم وصل میشه. برای همین توی خروجی کانکتورمون 3 تاییه ولی توی ورودی 2 تاییه. خب حالا من یه سوال از شما میپرسم، شما بعد از این میتونید این کلیپ رو یه دقیقه متوقف کنید، به این سوال فکر کنید، ببینید چه جوابی به ذهنتون میرسه و بعد بیایم با هم دیگه جوابمون رو مرور کنیم ببینیم که به چه نتیجه‌ای رسیدیم. فرض کنیم که شما فیلترتون رو طراحی کردین، دمپینگ مناسب هم داره، توی مدارتون قرار دادین، نویزها رو هم حذف کرد واسهتون، همه چی هم داره به خوبی کار میکنه، منبع تغذیه‌تون هم ناپایدار نشده، همه چی عالیه. مثلا فیلتر شما واسه فرکانس 50 کیلوهرتز داره فیلترینگ مناسبی انجام میده، هر سیگنال مزاحمی که اگر توی این رنج باشه رو حذفش میکنه. حالا اگر یه نویزی روی فرکانس 100 کیلوهرتز باشه چی؟ اونو حذف میکنه. اگر روی فرکانس 300 کیلوهرتز یک سیگنال مزاحم باشه چی؟ آیا اونم حذف میکنه؟ بریم بالاتر. اگر مثلا روی 5 مگاهرتز، روی 10 مگاهرتز، روی 30 مگاهرتز یک نویزی وجود داشته چی؟ اون فیلتری که شما قرار دادین که مثلا واسه 50 کیلوهرتز طراحی شده میتونه نویزی که مثلا روی 5 مگاهرتز وجود داره رو حذف کنه؟ یه دقیقه به این سوال فکر کنید، بعد بیاید دوباره ادامه ویدیو رو مشاهده کنید. ببینید دوستان، وقتی که ما یک فیلتر رو طراحی میکنیم، فیلترمون از چی تشکیل شده؟ از یک تعدادی سلف و خازن. خب اگر ما بیایم مدل دقیق یک خازن رو در نظر بگیریم به چی میرسیم؟ یک خازن خب طبیعتاً در مدل دقیقش یک خازن وجود داره
یک مقاومت داخلی داره بهش میگن ESR و یک سلف داخلی داره ESL و یک مقاومت نشتی هم داره. یعنی شما اگر یک خازن رو شارژ کنید یک گوشه نگه دارید ممکنه بعد از 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه هیچ انرژی داخل اون وجود نداشته باشه، این داره دشارژ میشه. پس این مقاومت وجود داره. یک خازن حتما مقاومت داخلی داره. در واقع مقاومت داخلی میتونه دیگه حداقلش اینه که بگیم مقاومت پایه‌های خازنمونه، هرچند که از داخل اون هم در واقع یک مقاومت هم روی اون پلیت‌ها وجود داره. و در واقع یک حالت سلفی هم پایه‌های خازنمون دارن که میتونن یک مدار RLC رو نهایتاً واسه ما بسازن. یعنی یک خازن واقعی ترکیبی از یک خازن ایدئال، یک مقاومت ایدئال و یک سلف ایدئاله که اندازه مقاومت و سلف داخلی اون خازن به شدت کوچیکه و اندازه ظرفیت خازنی اون طبیعتاً مقدار قالب رو داره و بسیار بزرگتر. خب سلف چی؟ سلف هم طبیعتاً در مدل دقیق خودش یک سلف ایدئاله، یک مقاومت داخلی داره که مقاومت سیمپیچمون هست که به صورت سری قرار میدیم، یک مقاومت داره که یک سری تلفات واسه ما ایجاد میکنه که در واقع تلفات مغناطیسی هسته ما هست که ما اونو به صورت موازی قرار میدیم و یک خازن هم بین تک تک رشته سیمی که شما اون سلف و پیچیدین به وجود میاد. تعریف خازن چی بود؟ گفتیم که بین هر 2 هادی 2 رسانای الکتریکی یک خازن حتما به وجود میاد. بین هر 2 رسانایی که اختلاف پتانسیل دارن حتما یک ظرفیت خازنی به وجود میاد. خب شما وقتی یک سلف رو میخواید بسازین ممکنه مثلا 100 دور سیم رو دور یک هسته پیچونده باشید. پس 100 تا خازن کوچیک کوچیک رو ما دارین روی اون هسته به وجود میارید. اندازه‌شون خیلی کوچیکه. یعنی وقتی شما توی مدارتون میذارید ممکن اصلا اونو نبینید. اون خاصیت سلفی است که اثر قالب رو داره. اما اون خازن کوچیکم یه جایی خودشون نشون میده. کجا خودشون نشون میده؟ توی فرکانس‌های بالا. به این نمودار دقت کنید. این نمودار امپدانس یک خازنه. امپدانس یک خازن باید به نظرتون به چه صورت باشه؟ هر چقدر فرکانس بالاتر بره امپدانس خازن باید پایین‌تر بیاد. درسته؟ یعنی در واقع به سمت اتصال کوتاه شدن پیش بره. خب اینجا اگر دقت کنید مثلا روی فرکانس 100 هرتز امپدانس خازن نزدیک 2 اوم بوده. روی فرکانس 1 کیلوهرتز مثلا رسیده به 0.2 اوم. یعنی داره میاد پایین‌تر، فرکانس رفت بالا امپدانس اومد پایین. روی فرکانس مثلا 40-50 کیلوهرتز بازم امپدانس اومد پایین. اما دیگه روی فرکانس 10 کیلوهرتز تا 100 کیلوهرتز دیگه امپدانس پایین نیومد. پس چی شد؟ یعنی دیگه اون قطعه‌ای که ما داریم دیگه خازن نیست، امپدانسش داره صاف میشه، دیگه فلت شده نمودارش. پس داره به چه صورت عمل میکنه؟ مثل یک مقاومت عمل میکنه. خب بازم فرکانس رو ببریم بالاتر ببینیم چی میبینیم. از 100 کیلوهرتز به بالاتر نه تنها امپدانس خازن پایین نیومد بلکه امپدانس خازن باز داره بالاتر میره. یعنی این قطعه‌ای که شما دارین اسمن خازنه ولی داره مثل یه سلف عمل میکنه. این از کجا داره به وجود میاد؟ از همین مدل. شما اگر این مدل رو در نظر بگیرید، من یه فرکانسی رو به این سیستم وارد کنم، اگه فرکانس هم پایین باشه این مقاومت که گفتیم خیلی کوچیکه، این سلف هم کوچیکه و اصلا دیده نمیشن، خازنه مقدار قالبه. اما همینطور که مقدار فرکانس رو میبرم بالا این به سمت صفر میره دیگه، امپدانس چیزی ازش باقی نمیمونه. ولی امپدانس این سلفه تازه توی فرکانس های بالا داره رشد میکنه و امپدانسش همینطور میره بالاتر. پس این باعث میشه که این خازن ما از یک فرکانسی و بالاتر رفتار سلفی داشته باشه، دیگه خازن نیست. و در مقابل سلف رو در نظر بگیرید. یک سلف ما انتظارمون اینه که هر چقدر فرکانس بره بالاتر امپدانسش بزرگتر بشه. خب این تا یه فرکانس یه فرض درستیه. اما اگر من فرکانس رو خیلی ببرم بالاتر چی میشه؟ امپدانس سلفم تقریبا دیگه به سمت بی‌نهایت میره، میشه مدارباز. اما امپدانس خازنی که بین حلقه های سیمپیچ هم به وجود اومده تازه اون موقع خودشو نشون میده، تازه به سمت کوچیک شدن پیش میان و به سمت اتصال کوتاه شدن پیش میره و در واقع نویز ساوند میاد از این مسیر میاد دیگه وارد سلف که نمیشن، این مداربازه دیگه. یعنی اینجا
یک مدار باز داریم، اینجا هم یک اتصال کوتاه. خب نویز به نظرتون از کجا میگذره؟ از اینجا میاد، از این اتصال کوتاه میاد اینور. اوکی؟ پس حالا با این فرض بیاد این فیلترمون رو در نظر بگیریم توی فرکانس‌های بالا. توی فرکانس بالا گفتیم که خازن مثل چی عمل میکنه؟ سلف. پس چی میشه؟ مدار باز میشه. نویز اینجا میاد اینجا، میبینه این مسیر مدار باز. خب طبیعتا از اینجا نمیتونه عبور کنه دیگه، پس مجبوره بیاد اینجا. میاد اینجا وارد یه سلف شده، اما توی فرکانس بالا این سلفمون خازنی که بین سیم پیچیاش وجود داره اثر قالب رو داره، یعنی به راحتی این میاد اینجا دور میزنه میره اونور. چرا؟ چون یه خازن سیم پیچی ما اینجا داریم، یه دونم اینجا هست. در واقع این نویز هم اگه اینجا بیاد به راحتی از اینجا دور میزنه میره اونور. خب پس هم این خازن رو دور زد، همین فیلترتون رو دور زد، این هم که دیگه مدار باز شده توی فرکانس بالا، توی فرکانس های فوق العاده بالا اینجوری بگیم. و کجا رسیدیم؟ به مدارتون رسیدیم. یعنی از یه فرکانسی به بالاتر این فیلتر هیچ کاری توی مدار شما انجام نمیده، هر فرکانسی بیاد همون عبور میده میره توی مدارتون. پس در واقع این فیلترتون اگه بخوایم رسمش کنیم از یه جایی شروع به تضعیف میکنه میاد پایین، از یه فرکانسی بعد فلت میشه، از یه فرکانسی بالاتر باز هم میره بالا و در واقع به همون گین 1 میرسه. دیگه هیچ تضعیفی واسهتون انجام نمیده. خب دوباره برگردم همون سوالی که چند دقیقه پیش پرسیدم. اگر من فیلتر رو واسه فرکانس 50 کیلو طراحی کردم، الان این نویز 5 مگاهرتز من ازش عبور میکنه یا نه؟ جوابمون اینه بله، به راحتی ازش عبور میکنه. خب پس چیکار کنیم که جلوی اون نویز رو بگیریم؟ 2 تا راه داریم. یه راهش اینه که ما بیایم یک فیلتر دیگه استفاده کنیم و روی اون فرکانس تنظیمش کنیم. یعنی من یه فیلتر داشته باشم واسه 50 کیلوهرتز هم، بگم حالا این فیلتر 50 کیلوهرتز هم مثلا تا 500 کیلوهرتز هم عالی کار میکنه، بعد یه فیلتر دیگه طراحی کنم واسه 500 کیلوهرتز، بگم حالا اینم تا مثلا 5 مگاهرتز و 10 مگاهرتز هم عالی جواب میده دیگه، از اون به بعدم دیگه مثلا من نویزی ندارم، حالا اگر داشتم هم دوباره مجبورم یکی دیگه هم سری کنم باش. این یه راهه. خب یه راه دیگهش چیه؟ یه راه دیگهش اینه که من بیام همین فیلتری رو که اینجا طراحی کردم و به جای اینکه اینجا یه دونه خازن بذارم، مثلا یه دونه خازن 1 میکروفاراد بذارم، بیام 2 تا خازن بذارم، 2 تا مثلا 470 نانو بذارم. همونطور که اینجا تو این شکلی بینید، مثلا خازن 1000 میکروفاراد تا فرکانس هولوش 4-5 کیلوهرتز مثل خازن عمل کرده، اما خازن 47 میکروفاراد که ظرفیتش از اون کوچیک‌تره تا فرکانس تقریبا 300-400 کیلوهرتز خازنی عمل کرده. پس به چه نتیجه‌ای دارم میرسم؟ هر چقدر اندازه خازن من کوچکتر باشه میتونه تا فرکانس‌های بسیار بالاتری رو به صورت خازن عمل کنه و طبیعتا مشابه همون واسه سلف هم داریم. هر چقدر اندازه سلف من کوچکتر باشه من تا فرکانس‌های بالاتری رو میتونم از اون اثر سلفی بگیرم. حالا واسه سلف چون تعداد دور سیم پیچی هم داریم، باز یه پارامتر دیگه هم به سیم پیچ بستگی داره. هر چقدر تعداد دور سیم پیچ من کمتر باشه میتونم پهنای باند فیلترم رو بیشترش کنم، کیفیت فیلترم رو بهترش میکنم. خب چیکار کنم تعداد دور فیلترم کم بشه؟ حالا من اینو کاملتر توی بحث طراحی سلف و ترانس بهتون توضیح میدم که مثلا هسته فرید به کار ببرید مناسبه، یا اینکه هسته پودر آهن بذارین، یا اینکه مثلا هسته نانو کریستال بزنید، کدومش خوبه، تفاوتاشون چیه. اما اینجا شما همینو در همین جمله از من بپذیرید که در فیلترهای مد مشترک ما از هسته‌های نانو کریستال باید استفاده کنیم که بهترین کیفیت رو بگیریم. چرا هسته نانو کریستال؟ چون بالاترین نفوذپذیری مغناطیسی رو به ما میده. شما اگر یک هسته نانو کریستال داشته باشید با سایز مشابه نسبت به یک هسته فرید، مثلا 5 دور سیم روی هسته نانو کریستال بپیچید و 5 دور سیم پیچ هم روی هسته فریت مشابه هم سایز اون بپیچید، هسته نانو کریستال ممکنه 50 برابر یک اندوکتانس بزرگتری بهتون بده. خب پس طبیعتا من اگر بخوام به عدد بین 1 تا 5 میلی هنری که گفتیم مناسبه برسم،
ممکنه با هسته نانو کریستال با 10 دور سیم پیچ به اون برسم، با هسته فرید با 50 دور بهش برسم. پس چون تعداد دورم کمتر شده، خازن بین سیم پیچیام طبیعتاً کوچیک‌تر میشن و اون سلفی که من به دست میارم تا فرکانس‌های بسیار بیشتری به صورت سلفی عمل میکنه. خیلی دیگه باید فرکانس بره بالا تا به شکل خازنی در بیاد و کیفیت سلفی در واقع میتونیم دیگه بگیم که کیفیت بالاتری به من میده نسبت به هسته‌ای که نفوذپذیری پایینتری داره و مجبورم من تعداد سیم پیچای بالاتری رو روی اون قرار بدم. توی هر طراحی که واسه منابع تغذیه سویچینگ انجام میدید حتما فیلترهای ورودی رو توی منبع تغذیه‌تون لحاظ کنید و اونو قرار بدید. گاهن من دیدم که بعضیا به خاطر اینکه قیمت محصولشون بیاد پایین میان فیلترها رو حذف میکنن. خب این اصلا کار درستی نیست. شاید شما بتونید مثلا چند هزار تومان از قیمت دستگاهتون پایینتر بیارید، اما اونو با مشکلات بسیار جدی روبرو میکنید. علاوه بر این که ممکنه نویز منبع تغذیه شما باعث اختلال در کارکرد دستگاه دیگه بشه، این نویز ممکنه روی خود دستگاه خودتون هم تاثیر بذاره و نویز دستگاهتون خودشو آسیب بزنه. پس شما حتما این فیلترها رو قرار بدین که دستگاهی که قرار خروجیشون به دستگاه دیگه‌ای وصل بشه حتما توی خروجی هم باید این فیلترها رو قرار بدید. مثلا فرض کنید شما یه UPS دارید، خب ورودیش برق شهر، خروجیش هم دوباره به یه سری دستگاه وصل بشه که اونا ممکنه خودشون سویچینگ باشن، کامپیوتر باشن، هر دستگاه دیگه‌ای باشن. شما حتما باید همین فیلترهایی که اینجا توضیح دادیم به عنوان فیلتر ورودی رو این همین رو در خروجی منبع تغذیه‌تون هم قرار بدید. مثلا در همه اینورترها ما هم این فیلترها رو در ورودی قرار میدیم و همین فیلترها رو در خروجی قرار میدیم. اما در بعضی کاربردها که خروجی به چیز خاصی وصل نمیشه، مثلا شما فرض کنید که یک LED درایور میخواین طراحی کنید، همین که در ورودی قرار بدید کافیه، چون خروجیتون یک سری لامپه و طبیعتا نویز هم روی اون تأثیری نمیذاره. یا مثلا فرض کنید شما میخواین یک باتری شارژر طراحی کنید، همین که در ورودی اون منبع تغذیه‌ای که مثل باتری شارژر هست قرار بدید کافیه دیگه. خروجی اون باتری شارژر نیازی نیست که فیلتر EMI داشته باشه، مگر اینکه اون باتری همزمان میخواد یک دستگاه دیگه رو تغذیه کنه که در اون صورت حتما باید فیلتر خروجی رو هم قرار بدید. خب امیدوارم که این دوره واسه شما مفید بوده باشه و تونسته باشین به جواب سوالاتون برسین. حتما نظرات خودتون رو در رابطه با این قسمت از دوره آموزشیمون با ما در میون بذارین. از طریق فرمی که در پیج مربوط به این قسمت از آموزشمون در سایت قرار گرفته شما میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. اگر جایی نیاز به توضیح بیشتر داشت میتونید سوالتون رو بپرسید. من تک تک سوالا رو میخونم و جوابش رو در سایت قرار میدم. و خواهشاً سوالتون رو روی اینستاگرام یا تلگرام نپرسید، چون ما در واقع هدفمون این هست که وقتی شما یک سوالی رو میپرسید و ما به اون جواب میدیم ممکنه سوال شما سوال کسی دیگه‌ای هم باشه و به همین دلیل از همه شما خواهش میکنم که سوالتون رو فقط توی پیج مربوط به این قسمت از دوره آموزشی بپرسید. اما اگر در رابطه با کلیت دوره سوالی داشتید میتونید از طریق تلگرام، از طریق اینستاگرام، از طریق واتساپ یا فیسبوک با ما در ارتباط باشین و شماره تماسایی رو که در این پیج مشاهده میکنید هر روز از ساعت 9 تا 6 بعد از ظهر هم من هستم هم همکارامون هستن. شما میتونید